از طرف مقام آقای خامنه‌ای. ما قبلش رفتیم جای آقای خامنه‌ای، از آقای خامنه‌ای گفتن که ما رو ببرین کربلا. آقای خامنه‌ای هم گفتن میبریم تو نیرم. ما یک صبری تو دلمون داشتیم قبل از اینکه پدرم خواست شهید بشه خبر بدن. من اون صبر رو نمیدونستم تا وقتی که رفتم کربلا اون تل زینبیه رو دیدم و دیدم زینب چقدر سر داشته پیش امام حسین. خوب بوده. حالا ما یک قسمت از فیلم بابام رو نگاه کردیم، دیدیم که هنوز بابام ندیدیم شهید شده، ولی حضرت زینب سر برادرش شد جلوی خودش از سر جدا کردن. عجب صبری داشته این حضرت زینب.